دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا که در سال 1367 تأسیس شد 101مین دانشگاه آزاد در کل کشور و 32 سال از کار این دانشگاه و رسالت این دانشگاه می‌گذرد و مشخصاً و مسلماً نمیتونه دانشگاه آزادی که یک عمر 32 سال تا کنون پیموده است و طی کرده است و رزومه قوی و قدرتمندی رو با خود همراه کرده است و موفقیت و افتخاراتی را در سطح شهرستان، در سطح استان، در سطح کشور و حتی از نظر پژوهش‌هایی در سطح جهانی به دست آورده، نمیتونه در نسل‌های اول و دوم و سوم در جا بزند و متوقف بشد. دانشگاه آزاد شهرضا باید در آینده دانشگاه فرهیخته گرا بشد، فرهیخته محور بشد، یعنی دانشجویانی را تربیت کند که این دانشجویان در فرهنگ سازی و تمدن سازی و گفتمان سازی در عرصه های مختلف جامعه نقش آفرین و اثرگذار باشند. این دانشگاه اگر مروری برش داشته باشیم و گذر و نظری بر این دانشگاه داشته باشیم، میبینیم امکانات آموزش محوری در اون هست، امکانات پژوهشی در اون هست، امکانات کارآفرینی در اون هست، بسترهای گفتمان سازی و فرهنگ سازی و نقش داشتن در تمدن سازی هم در این دانشگاه وجود دارد. اگر بتونن دانش آموزانی که در آینده میخوان دانشجوی این دانشگاه باشن فقط یک گذر و نظری در دانشگاه داشته باشند، اگر یک گردشی و چرخشی در دانشگاه داشته باشند، میبینن که مؤلفه های مرتبط با نسل های مختلف دانشگاهی را ما داریم. شرکت های دانش بنیان هست، کارگاه های تخصصی هست، مزرعه گیاهان دارویی هست، مرکز رشد وجود دارد، آزمایشگاه های تخصصی وجود دارد، پارک آبی وجود دارد، دانشکده ها با امکانات و ظرفیت های مختلف وجود دارد، کتابخانه های با 80,000 جلد کتاب مرجع و منبع درجه 1 وجود دارد و همینها برای کسی که میخواهد از این نقطه به جایی و جایگاهی برسد به نظرم میرسد چیز کمی نیست. مهم این است که خودمان بخواهیم. ما بسیاری از دانشجویان داشته ایم که از اینجا در این دانشگاه تحصیل کرده اند و برخی الان استاد این دانشگاه هستند و در اینجا تدریس میکنند و بسیاری از دانشجویان داریم که در رده های مختلف و در جایگاه های مختلف این مرز و بوم الان متناسب با اون تخصصشون و تحصیلشون و اندوخته های خودشون دارن نقش آفرینی میکنند. فارغ التحصیلانی داریم که شرکت دارند، استاد دانشگاه هستند، فارغ التحصیلانی داریم که در رده های وزارتخانه‌ای، استانداری ها و ادارات و نهادهای مختلف ایفای نقش میکنند، صاحب اثر و تأثیرند. ما چیزی بالا بر 3000 دانشجو در حال حاضر در حال تحصیل داریم. حدود 23,000 نفر دانشجو تا کنون از این واحد دانشگاهی و از این مؤسسه آموزش عالی فارغ التحصیل شدند. در واحد شهرضا حدود تقریباً 70 نفر هیئت علمی تمام وقت دارد که 2 نفر از این 70 نفر درجه استاد تمامی دارند، حدود 8 نفر دانشیار هستند و بقیه در درجه استادیاری خدمت میکنند. کل فضای دانشگاه ما علاوه مساحتی 95,160 متر مربع هست که از این فضا حدود 25,000 متر مربعش به مساحت آموزشی و پژوهشی، فضای آموزش و پژوهش تعلق دارد و حدود 5,800 متر مربع فضای کارگاهی و آزمایشگاهی ماست. تعداد رشته هایی که ما در این دانشگاه داریم حدود 37 رشته کارشناسی، 65 رشته کارشناسی ارشد، رشته گرایش کارشناسی ارشد و 15 رشته در مقطع دکتری رو در این دانشگاه ما داریم. من از همینجا از تمامی اهالی شهرستان شهرضا
شهرستان‌های اطراف و کلیه شهرستان‌های استان اصفهان دعوت میکنم که به دانشگاه ما تشریف بیارن، امکانات و زیرساخت‌های ما رو از نزدیک ببینند و خودشون قضاوت بکنند که آیا برای فرزندشون مناسب هست یا نه. در دانشگاه ما هر روز از روز یکشنبه تا پنجشنبه باز هست، از صبح تا ساعت 3 بعد از ظهر و میتونن هماهنگی داشته باشن با روابط عمومی و از این دانشگاه، از این واحد دانشگاهی دیدن بکنن. ما در وهله اول تلاش میکنیم که امکانات و زیرساخت‌های لازم رو مهیا بکنیم، به ویژه در خصوص حمایت‌های مالی از دانشجویان محترم. صندوق رفاه دانشجویی در دانشگاه تسهیلات مورد نیاز دانشجوها رو در هر ترم بنا به درخواست و تقاضای اونها آماده میکنه و بنا به امکانات مالی که در اختیار داره و همینطور سازمان مرکزی حمایت میکنه در قبال شهریه دانشجو این منابع تأمین میشه و هر دانشجو میتونه از این تسهیلات در هر ترم برخوردار بشه. جزو واحدهایی هستیم که تا به الان خوشبختانه تونستیم مستقل عمل بکنیم بدون هیچ گونه وابستگی به منابع خارجی. در حوزه صندوق رفاه دانشجویی که در از حمایت‌های شهریه رو انجام میده، خوشبختانه سازمان مرکزی دانشگاه آزاد رایزنی‌هایی رو با بانک‌های عامل داشته، از جمله بانک ملی، بانک اقتصاد مهر ایران و تونسته تسهیلاتی رو حتی تا سقف 400 میلیون ریال برای دانشجویان مقطع دکتری تدارک ببینه. این مبلغ برای دانشجوی کارشناسی ارشد خب کمتر هست، تا سقف 100 میلیون ریال هست و به همین نسبت در مقاطع دیگه تحصیلی هم دانشجوها میتونن از این تسهیلات با مراجعه به سایت دانشگاه آزاد و طی مراحلش، تکمیل مدارکش برخوردار بشن. صندوق رفاه دانشجوی دانشگاه هم خودش از محل صندوق این تسهیلات را هر ترم بنا به درخواست در اختیار دانشجویان عزیز میگذاره. ما حتی اون دسته از دانشجوهایی که درخواست وام و تسهیلات رو ندارن، برای پرداخت شهریه‌شون امکان تقسیط رو فراهم کردیم، تقسیط از طریق چک. این تقسیط میتونه برای دانشجوی دکتری در حد حتی 8 مرحله یا 8 قسط و برای دانشجویان ارشد تا حد 6 قسط و 4 قسط برای دانشجویان کارشناسی انجام بشه.